بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت مردم عزیز ایران و محققین گرامی. خدا رو شاکرم که امروز این فرصت در اختیارم قرار گرفت در خدمتتون باشم با این موضوع بسیار مهم. امروز می‌خوایم که از یک نگاه دیگه، از دیدگاه علمی، طب سنتی و اسلامی و طب شرقی به موضوع روزه، چگونگی روزه گرفتن و چرایی روزه گرفتن بپردازیم. 2 تا 15 دقیقه رو در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید. از این به بعد اگه قراره که مثل عموم مردم که تا الان روزه میگرفتن روزه بگیرین، روزه نگیرین، چون بیشتر برای خودتون دارین دردسر درست میکنین، برای خودتون دارین بیماری میخرین. من بهتون میگم توی این کلیپ که باید چیکار بکنین. با من همراه باشید. ببینید از لحاظ قرآن، توی قرآن کریم خداوند میفرماید که روزه بر شما واجب شد کما اینکه بر کسانی که قبل از شما بودند واجب شده بود، شاید پرهیزگار شوید و تقوا پیشه کنید. پس کو اون تقوایی که قرآن ازش داره صحبت میکنه؟ کو پرهیزگاری که قرآن داره ازش صحبت میکنه؟ چی شد؟ مگه جامعه مسلمان نیستیم؟ الان شما اگر گوشی موبایلتو تو یک جای شلوغ جا بذاری، چند درصد احتمال میدی 10 دقیقه بعد برگردی گوشیت به دستت برگرده؟ مگه قرار نبود ما پرهیزگار بشیم، تقوا پیشه کنیم؟ چی شد؟ کشور مسلمانیم دیگه. چقدر حالتون بهتر شده بعد از ماه رمضانی که هر سال روزه گرفتید؟ چقدر بیماریاتون درمان شد؟ شما که الان سر تا پا وقتی نگاه میکنی به ملت ایران، همه استرسن، همه نگرانین. چرا حال بهتری رو تجربه نمیکنن؟ علتش کجاست؟ تقوای کجاست؟ حال خوبه کجاست؟ سلامتی کجاست؟ میخوام این رو با هم دیگه باز بکنیم موضوعش رو. الان از دیدگاه طب شرقی و علمی مسئله رو بررسی میکنیم. ما توی ماه رمضان با 2 تا موضوع در کار داریم، یکی جسم، یکی روح. چرا جسم و روح رو با هم آوردن توی ماه رمضان؟ ما میخوایم این 2 تا رو بسازیم. ببینید اگر شما یک سوارکار رو در نظر بگیرید، سوار اسب شده، اسب رو جسم در نظر بگیرید، سوارکار رو روح. اسب مرکب سوارکاره، جسم مرکب روحه. همونطوری که اون سوارکار که شما روح رو در نظر بگیرید، سوارکار بر اسب تاثیرگذاره، بر حالات اسب، بر حرکات اسب، بر مسیر اسب تاثیرگذاره، اون اسبم بر اون سوارکار تاثیرگذاره. حرکاتی که انجام میده، جهش هایی که انجام میده، تمام حرکات روی اسب داره، روی سوارکار داره تاثیر خودش رو میذاره. به همین شکل دقیقاً روح بر جسم و جسم بر روح تاثیرگذاره. یعنی ما اگر بخوایم سالم زندگی بکنیم، سالم فکر بکنیم، باید هر دو رو با هم درست بکنیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ مگه قرار نیست، مگه مسلمان نیستی؟ مگه قرار نیست روزه بگیری؟ مگه قرار نیست یک حرکتی رو انجام بدی که خدا فرمانشو داده؟ باید درست انجامش بدی. نمیشه شما یک ماشین، مثلا ماشین لباسشویی آخرین مدل روز دنیا رو بگیری، اما از کاتالوگش استفاده نکنی برای اینکه بخوای ازش درست بهره برداری کنی. اگر از کاتالوگش استفاده نکنی، شما آسیب میزنی، به لباست آسیب میزنی وقت موقع شستشو، به خود ماشین آسیب میزنی و هزار مسئله دیگه پیش میاد برات. پس باید کاتالوگ مصرفشو بدونی. تا الان احتمالاً به احتمال خیلی زیاد داشتین اشتباه روزه میگرفتین و کلی آسیب به بدن خودتون زدین. چیکار باید بکنیم ما؟ چرا قرآن گفته شاید پرهیزگار شوید و تقوا پیشه کنید؟ چون همه حاضر نیستن بهاشو بپردازن. چون همه حاضر نیستن، هر کسی دلش میخواد همون جوری که دوست داره حرکت کنه. در صورتی که اصلا داستان این نیست. ما روی کره زمین اومدیم، باید یه سری چیزا رو ازش به عنوان انسان، به عنوان اشرف مخلوقات که برای ما قرار دادن. ما با حیوانات فرق میکنیم. حیوانات فرقی براشون نمیکنه. توی حیوانات یه چیزی تعریف شده است، ماشینی کارو دارن انجام میدن، ولی انسان ماشین نیست. انسان براش خوب و بد رو قرار دادن و خودش باید انتخاب کنه. چرا ما باید انتخاب کنیم که الان این چیزی که برای ما بد هست بخوریم یا نخوریم؟ چرا؟ به خاطری که این برای ما یک ریاضت محسوب میشه، یعنی باعث بزرگ شدن روح ما میشه، باعث ارتقاء روح ما میشه و ما رو به کمال نزدیک میکنه. حالا چیکار باید بکنیم؟ ببینید توی بحث تغذیه، توی بحث روح و روان که ما وارد میشیم، چرا میگیم جسم و روح روی هم اثر میذارن دیگه؟ افرادی که یک مزاج توی وجودشون غلبه پیدا میکنه، این افراد نمیتونن سالم فکر بکنن. به عنوان مثلا وقتی که غلبه سردی و خشکی توی وجود یک نفر بالا بره، توی حالت طبیعی تمام مزاجا خوبن، اما غلبه وقتی که پیدا میکنه،
یه سری حالات تغییر میکنه توی جسم و توی روح این اشخاص. مثلا توی سردی و خشکی فرد بسیار حساس بسته به شدت غلبه، حساس، زودرنج، منفی‌نگر، بدبین و وسواسی میشه. خب آدمی که دست خودش نیست، غلبه مزاج تبدیل کرده به آدم وسواسی، تبدیل کرده به آدم بدبین، منفی باف، خب این آدم چجوری میتونه سالم فکر بکنه؟ یا یک آدمی که غلبه گرمی و خشکی پیدا میکنه، این آدم بسیار زود عصبی از کوره در میره، به شدت عصبیه، به شدت عجوله. خب این آدم چجوری میتونه یه آدم با تقوایی باشه؟ چجوری میتونه سالم فکر بکنه وقتی که ناگهانی، ببین افرادی که اتفاق افتاده، شنیدین بارها تو اخبار شنیدین که یه نفر ناگهانی زده رفیق خودشو کشته. به خاطر چی بوده؟ غلبه صفرایی که توی مغز این بابا بوده و کنترل نشده. آنن یه جرقه میزنه رفیقشو میکشه، بلافاصله هم پشیمون میشه. حالا چجوری میخواد جبران بکنه؟ چجوری میخواد یه آدم سالمی باشه؟ هیچ. و جونش هم ازش میگیرن، در خیلی اوقات اعدام کردن این افرادو. و خیلی افراد هستن که توی خانواده خودشون اینجوریان، به شدت سریع از کوره در میاد، نه میتونه نقش زن خوب بازی کنه توی خونه، نه مرد خوبی باشه، نه فرزند خوبی باشه، نه پدر و مادر خوبی باشن، چون کنترل ندارن روی اعصابشون. به خاطر این غلبه هاست. یا کسی که غلبه سردی و رطوبت توی بدنش بالا میره، بیماریهای مفصلی، روماتیسمی، بیماری‌هایی که مثلا آرتریت روماتوئید، بیماری‌هایی که باعث میشه که فرد تنبل بشه، فردی که همش خوابه، چاق میشه، چاق با چربی، نه چاق گوشتی، و کمکاری‌های تیروئید، نمیدونم مسائل مختلفی که باعث میشه این افراد درگیرش بشن و خانواده‌ها باشون درگیرن. به خاطر چی؟ غلبه این مزاج‌هایی که چه به خاطر مسائل روحی روانی براشون به وجود اومده، چه به خاطر بحث تغذیه‌ای که وجود داشته. خب بحث روانی هم به شدت تاثیرگذاره. چه جوری؟ ما گفتیم دیگه، مثلا سردی و رطوبت توی چیه؟ توی خیار، توی کاهو و چیزایی که غذای سردترن. گرمی و خشکی توی قهوه، فلفل و مسائلی که بادمجان، چیزایی که قهوه گرم و خشکن. یا سردی و خشکی مثل عدس، مثل گوشت گاو و چیزای دیگه که الان نمیخوایم به اونا بپردازیم. خب اینا مستقیم میان اثر میذارن روی جسم و روی روح، اثر مستقیم. حالا روح چجوری اثر میذاره؟ روح و روان. مگه ندیدید آدمی بوده که سالم، حالش خوب، در شرایط روحی خیلی خوب بوده، یه دفعه یه خبر بد بهش دادن، در لحظه اون آدم سکته کرده، از دنیا رفته، یا پس افتاده، بیهوش شده، فشارش رفته بالا، یا هر حادثه دیگه که براش اتفاق افتاده، فلج میشه طرف به خاطر یه خبر ناگهانی بد، میبینید دیگه نمیتونه راه بره. و یا این که در گذر زمان یواش یواش جوش و قصه هایی که آروم آروم خورده، حالا دیگه نمیتونه راه بره، حالا دیگه مشکلات مختلف براش پیش اومده، خواب و ازش گرفته، فکرای ناجور میاد سراغش و خیلی اتفاقات دیگه، مشکلات هورمونی براش به وجود آورده، ریزش مو و یا بالعکس یه نفری که توی جا افتاده، یه کسی که الان در حال مرگه، مریض احوال، یه دفعه میان بهش خبر میدن، کسی که مستاجره، یه دفعه بهش میگن که توی قرعه کشی برنده شده یا آپارتمان بردی. بعد اون آدم چجوری از جاش بلند میشه؟ انگار که این اصلا مریض بوده. چی شد؟ مگه مریض نبود؟ مگه بیرمق نبود؟ اثر روح بر جسم که از هر چیزی سریعتره، که ما می‌خوایم اینا رو توی ماه رمضان درست بکنیم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند که روزه دل بهتر از روزه زبان است. پرهیز از افکار منفی که به خودت و دیگران آسیب میزنه خیلی ساده است. افکار منفی که مدام داره شما رو از تو قلقلک میده و بازی میده، که خب من برای همین کتاب کنترل ذهن رو نوشتم که دقیقاً میاد باز میکنه که چطوری شما باید این کارو بکنید. یه چیدمان خاصی رو توی ذهنتون میاد اطلاعاتش رو تغییر میده که راحت میتونید این کارو باش انجام بدید. بعد از این که ما روزه دل رو گرفتیم، روزه شکم اهمیت پیدا میکنه که خیلی خیلی به جای خودش مهمه، که من بعد از این داستان به شما میگم توی 15 دقیقه، حدوداً 15 دقیقه بعد، که چطور باید شما افطار و سحرتون رو ازش استفاده بکنین، چون اینا روی هم هر دو اثر میذاره. 10 تا خاصیت رو برای روزه ثبت کرده که همین الان هم توی یه سری از کشورهای جهان اولی، اروپایی و آمریکایی، بیمارستانایی رو اندازه کردن که دارن باهاش روزه درمانی میکنن. یکی چربی خون، کنترل چاقی، دیابت نوع 2، تجزیه چربی ها، سمزدایی، ترمیم بافت ها و سلول های آسیب دیده، کاهش دمای سلول ها، تنظیم هورمون ها، استراحت دستگاه گوارش و بازسازی اونها
درمان افسردگی. حالا چرا با این چیزایی که تازه اینا رو تونستن ثابت بکنن، خب چرا با این چیزی که ما الان داریم میشنویم درمان این بیماری ها رو، ولی توی کشور ما این اتفاق نمیفته؟ یعنی بعد از ماه رمضان همه سرازیر میشن به سمت مطب‌های دکترها و پزشکا که درمان کنن تمام چربی اضافه و فشار خونی که بالا رفته و دردای روماتیسمی که بیشتر شده. علت توی نحوه غذا خوردنه که حتما توی کلیپ بعدی که قرار راجع بهش صحبت بکنم این بخشو کوتاهش کردم به خاطری که راحت‌تر بتونین گوش بکنین این موضوع رو. کاملا ریز بریز بهتون میگم که افطار و سحر باید به چه شکل رفتار بکنید. در قسمت دوم تدابیر ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستم و توی این ویدیو راجع به چند بخش صحبت میکنیم. قسمت اول راجع به پرهیزات هست که بر اساس مزاج و عوارض بعضی مواد غذایی صحبت میکنم. قسمت دوم در مورد اینکه افطار چطور بکنیم، راجع به قسمت سوم راجع به اینکه بین افطار تا سحر چه کاری باید انجام بدیم. قسمت چهارم سحری هست و قسمت پنجم این که چه افرادی نباید روزه بگیرن. من یه سری پرهیزات رو خدمتتون عرض بکنم که اینا رو کلاً بذارید کنار. هر کدوم از این مواد غذایی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم یا عوارض خاصی دارن یا باعث بشن که در طول روز یه سری مشکلات رو برای شما به وجود بیارن که روزه رو برای شما سخت میکنن. پس نمیخوام یکی یکی به همش بپردازیم، حالا بعضی رو شاید اشاره بکنم. پرهیزات یکی که شوری هست، کمتر از نمک استفاده کنین. شوری ها، چای سبز و سیاه. به چه دلیل میگیم سبز و سیاه؟ چون ادرار رو زیاد میکنه و دفع مواد معدنی بدن رو از بدن زیاد میکنه. کاهش سیگار، خب از الان باید شروع بشه. کاهش سیگار یعنی باید از 10 روز قبل 15 روز قبل در حقیقت به قبل از ماه رمضان شروع بشه که توی ماه رمضان دیگه گرفتار نباشید، بتونید روزتون رو بگیرید و دچار سردرد نشید. جگر، سپرز، ماست، دوغ، هندوانه، سرخ کردنی ها و اینایی که من دارم میگم بعضیاش سوء هاضمه ایجاد میکنه، بعضیاش هم دفع رطوبت و مواد معدنی از بدن رو داره که باعث میشه هم تشنه بشین هم مشکلاتی رو برای شما به وجود بیاره و عوارض ایجاد بکنه. مایعات سرد و خیلی داغ، نه مایعات نکنیم سردی و گرمی علاوه دما، نه خیلی سرد بود باشه نه خیلی داغ. چربی ها هم خب باعث تشنگی شما میشه، کم چرب باید بخورید. روغن زیتون خیلی خوبه، روغن گاو هم خیلی خوبه، میتونید دو تا مورد رو تو برنامه غذاییتون داشته باشین، بسیار عالی هستش. نوشابه ها به خاطر شکری که دارن خودش تشنتون میکنه خیلی. چند نوع غذا خوردن و با هم که باز باعث سوء تغذیه میشه، سوء هاضمه ایجاد میکنه. مثلا اگر نون و پنیر و سبزی خوردید همین نون و پنیر و سبزی باشه، یا اگر که برنج و خورشت میخورین فقط همون باشه. چند مدل رو با هم کنار هم نذارید، توی سفره‌تون نذارید، اونجوری استفاده نکنید. شیرینی‌های مصنوعی وقتی که شما میخورید باعث ترشح انسولین میشه، یعنی این باعث میشه که توی همون ساعت اولیه صبح، تو همون ساعت اول شما افت قند پیدا بکنید، چون ترشح انسولین رفته بالا. همون اول صبح تا قبل از ظهر شما دچار ضعف میشید و این خیلی بهتون فشار میاره. و در بحث اعصاب و روان، خب من یک سری پرهیزاتی هم داریم تو بحث اعصاب و روان که شما خیلی خیلی باید جدیش بگیرید. چیزایی که تحریک کننده از سیستم عصبی شما رو و دست خودتونه، میتونین ازش پرهیز بکنید. یه سری چیزا خب واقعیتی که وجود داره، مثل مشکلات اقتصادی، فشارهای سیاسی، اجتماعی که وجود داره تو جامعه، خب اینا هستن. اما شما زمانی که میای روش تمرکز میکنی، توجه میذاری، اونجاست که به شما فشار خیلی زیادی وارد میکنه. مثلا الان مشکل اقتصادی داریم، خب ما میدونیم مشکل اقتصادی داریم، یکی چک داره، یکی بدهی داره، یکی قسط و قرض داره، اجاره خونه داره، خب اینا رو میدونیم. اما زمانی که شما دقت کرده باشی، وقتی میای راجبش صحبت میکنی با کسی یا اخبار رو تماشا میکنی که مدام داره برات این فشار رو بیشتر میکنه، اونجاست که فشار روحی شدیدی به شما میاد. دیدی وقتی راجب یک مسئله سیاسی یا اقتصادی میان با هم بحث میکنین، بعد از 2-3 دقیقه چنان آتیش میگیری، چنان داغ میشی که دوست داری عامل و مسبب اون مسئله اگر اونجا باشه اعدامش کنی همونجا. ببین چقدر عصبانی میشی. پس شما باید از این سری چیزا پرهیز کنی، مثل درد دل کردن، درد دل شنیدن. ما گفتیم قرار پرهیزگار شوید و تقوا پیشه کنید. چجوری این اتفاق میفته؟ شما باید از یه سری مسائل پرهیز بکنید. اگر این کارو نکنید این اتفاق نمیفته.
یکی از مهمترین مسائلش اینه که شما باید از درد دل کردن و درد دل شنیدن پرهیز بکنید. من حتما راجع به این موضوع صحبت میکنم، دقیقاً توضیح میدم که چه اتفاقی میفته و از نظر قرآن و خدا رد شده است کلا این موضوع و منع شدید داره این که شما بخواید این کار انجام بدین. پرهیزات رفتاری شامل درد دل، اخبار، بحث‌های اقتصادی سیاسی، گوش کردن به موسیقی‌های غمگین و هر چیزی که احساس شما رو غمگین میکنه و منفی میکنه، دیدن سریال‌هایی که مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی رو داره نشون میده و با احساس شما بازی میکنه. از این مسائل پرهیز بکنین، بعد تست کنین، یک ماه این کار رو انجام بدید، بعد ببین چقدر از لحاظ روانی شما آروم میشی و چقدر میتونه کمک بکنه به این که پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک توی وجود شما پرورش پیدا بکنه. در رابطه با درد دل یک موضوعی رو بخوام بازترش بکنم چون خیلی مهمه. میدونم که با شنیدن صحبت من خیلی‌ها میگن مگه میشه. ببینید درد دل یعنی چی؟ درد دل اینه که یعنی من بدبخت میام با یک آدم بدبخت‌تر از خودم میشینم صحبت میکنم راجع به مشکلات زندگیم. نه تنها مشکلاتمو حل نمیکنه بلکه مشکلاتمو افزایش میده، ضمن اینکه من تمام مسائل خصوصی زندگی خودم هم اومدم گذاشتم تو دست یکی دیگه و هر استفاده‌ای میتونه ازش ببره. الان عصر درد دل کردن نیست. الان عصر اینه که من دیگه باید مراجعه کنم به متخصص، به پزشک، به روانپزشک تا اون مشکل منو حل کنه. کسی که تخصصشو داره میتونه مشکل ما رو حل کنه. خب در رابطه با افطار، زمانی که ساعت افطار میشه، اول از همه شما سفره‌ای که میخوای پهن بکنین سفره‌ای باشه که تمام مواد غذایی رو توش نچیده باشید، دقیقاً همون چیزی باشه که قراره شما بخورید، یک نوع غذا. به چه صورت افطار میکنید؟ اول از همه با خرما یا با نمک افطار میکنید، چشیدن نمک طبیعی. هر چی که من صحبت میکنم راجع به طبیعیات هست نه شیمیایی. با نمک خرما افطار میکنید، بعد با خوردن مایعات مناسب مزاجتون. یعنی اگر که آدم سرد مزاجی هستید و گوارش خیلی سردی دارید که با خوردن سردی ها واکنش منفی نشون میده، ترش میکنه، نفت میکنه و رطوبت معدتون بالا هست، میتونید با دمنوش‌های گرم استفاده شروع بکنید، مثل دمنوش پونه، استخدوس، آویشن، بابونه، به، سیب، زعفران و از این قبیل روزتون رو باز بکنید و مایعات بخورید. افرادی که گرم و خشک هستن، افرادی که معمولاً حالا تو شدت گرمی گوارششون تلخی دهان هم حس میکنن و معمولاً آتش زیادی دارن، این افراد و عموماً حالا کسایی که خشکی معده دارن اشتهای کمی هم دارن، عموم این افراد کم اشتها هستن، این افراد میتونن با شربت شروع بکنن، اما شربت نباید سرد باشه، باید شربت ولرم باشه یا با دمای آب معمولی باشه. شربت‌هایی مثل خاکشیر، چارتخم بهتریناش هستن که میتونید شروع بکنید، یا شربت آب لیمو عسل که شروع بکنید با آب لیمو عسل. میل بفرمایید. راجع به بیماری‌هایی که با روزه قابل درمانه و از لحاظ علمی به اثبات رسیده تو کلیپ اول توضیح دادم. حالا ببین ما اومدیم درمان کنیم. اگر که قرار درست استفاده بکنیم از امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته، مثل روزه که واقعا شفا دهنده میتونه باشه و واقعا قاتل میتونه باشه اگر شما درست ازش استفاده نکنید. اگر اومدیم استفاده کنیم، پس نکاتی که میگم باید بپذیری، با این تغییر مقاومت نکنی و بیای روال برنامه همیشگی خودت رو یه دستکاری بکنی توش تا بتونی نتیجه مطلوب بگیری. شما توی ماه رمضان میتونی دفع بیماری‌های صعب العلاج، دفع بیماری‌هایی که تا الان به شدت شما رو ناراحت کرده و داره عذابتون میده و نگرانتون کرده رو داشته باشی و درمانش بکنی. اما باید اینا رو رعایت بکنی. حالا شما زمانی که مایعات خوردی، ببینید سر سفره نچینین انواع و اقسام خوراکی‌ها رو. آدم گرسنه این حرفا حالیش نمیشه. آدم گرسنه حمله میکنه به غذا. شما وقتی چند مدل غذاهای متنوع گذاشتی تا شروع میکنه قراقاتی خوردن و اصلا مهلت نمیده که این معده آماده خوردن غذا بشه. پس اول از همه یه سفره سبک، شما اول از همه مایعات رو بذار. اصلا میتونی غذا سر سفرت نذارین، فقط سفره‌ای که دارین مایعاتتون باشه که شما اول سلول‌های بدنتون سیراب کنید. وقتی که یه رو 20 دقیقه نیم ساعت از سیراب شدن سلولاتون گذشت، ممکنه 2 بار 3 بار شما دمنوش بخوری یا شربت بخوری. بعد با خیال راحت، فرار که نمیکنه که سفره خودتونه، قرار نیست جایی بره، با خیال راحت یه غذای سبک رو میتونید بذارید مثل سوپ که بهترینشه.
سوپی که حاوی سبزیجات، جو، گندم، هویج، زردچوبه، روغن طبیعی، حالا یا روغن حیوانی یا روغن زیتون باشه و ادویه مثل نمک طبیعی، اما ادویجات تند و تیز و اینها کمتر باید توی ماه رمضان مصرف بکنید چون باعث تشنگی و آتش میشه. یه سوپ ملایم بخورید. حالا اگر یه موقع گرسنه بودید، یه ساعت بعد 2 ساعت بعد یه غذای سبک بخورید. راهش هم اینه که شما بشقابتون رو وقتی که غذا میخواین توش بریزین کم بریزین، سر سفره‌تون سرریز نیارین. علتاشو با هم دور میکنیم که چرا. این موضوع رو رعایت بکنین و کسایی که گرم مزاج هستن از کاسنی هم میتونن استفاده بکنن. کسایی که گرمی و خشکی دارن به شرطی که سرد نباشه در جریان، این خیلی مهمه. اگر سردی بخورید یا اگر داغی بخورید گوارشتون رو نابود کردید و عامل اول سرطان کبد آب سرد هست، مایعات سرد هست. اینو در جریان باشید، خصوصا توی تابستون، خصوصا توی هوای گرم قاتل کبدتون میشه. به همون میزان که خوردن مایعات در شروع افطار شما میتونه کارساز باشه، مفید باشه، خوردن مایعات بین وعده غذاییتون به شدت تخریب کننده است و میتونه قاتل شما باشه. یه سوء هاضمه شدید ایجاد میکنه و اخلاط فاسد توی بدن شما تولید میکنه. هضم رو دچار اشکال میکنه به دلیل اینکه اسید معده رو رقیق میکنه و هضم درست انجام نمیشه و پشت سر دنیای اتفاقات بد میفته برای بدن شما و خونی که توی بدنتون تولید میشه. این که شما اول تشنگی رو برطرف میکنی و بعد شروع میکنی به غذا خوردن باعث میشه بین غذا دیگه تشنه نشید و راحت غذاتون رو میخورید و در نهایت با یک فاصله ای بعداً میتونید از مایعات استفاده کنید که بهترین حالتش بین 1 ساعت تا 2 ساعت هست. افرادی که معده‌های خشکی دارن میتونن زودتر از مایعات استفاده کنید. پیشنهاد منم برای وعده افطار اگه بخواید غذایی رو بخورید اینه، حالا آش بجز آش رشته و آش ترش، چون اکثر مردم دچار مشکلات گوارشی هستن، این دوتا رو پرهیز کنید. بقیه آشا مشکلی نداره عموما، که حالا راهکارهای رفع مشکلات گوارشی رو هم قطعاً براتون قرار میدم که بتونید استفاده بکنید. آش شل قلمکار، آبگوشت، سوپ، قیمه، خورشت آلوچه، خورشت آلو، انگور و سیفیجات چیزایی هستن که شما میتونید تو وعده افطار ازش استفاده بکنید. خب حالا بین افطار تا سحر باید چیکار بکنیم؟ بین افطار تا سحر میتونید از این چیزایی که من میگم استفاده کنید. شربت آب لیمو که با عسل ترکیب میشه، حتما خاک شیرآلو برای گرمی ها، اونا که گرمایی هستن، خاک شیرآلو برای گرم مزاجا، اونا که گفتم توضیح دادم چه جوری متوجه میشین، مثل تلخی دهان، کسایی که معده هاشون حساسن به گرمی و خشکی، مثل فلفل، مثل قهوه، مثل بادمجون، اینا به شدت براشون عالی هستش این قضیه. خاک شیر رو افراد دیگه هم میتونن استفاده بکنن. خاک شیر مزاج، برخلاف تصور خیلی از مردم که فکر میکنن خاک شیر سرده، خاک شیر سرد نیست، معتدل هست و فقط چرا گرمازدایی میکنه، یعنی طرف خنک میشه، احساس خنکی میکنه، چون منافذ پوست رو باز میکنه، تبادل دما رو از داخل بدن با خارج آزاد میکنه، حرارت اضافی دفع میشه از بدن، دما میاد پایین. اگر نه سرد نیست خاک شیر، معتدله به سمت گرمی. خربزه طالبی، چیزایی که میشه استفاده کرد تو فصل خودش و گرم و خشکا میتونن تو وعده بین افطار تا سحر، نه دیگه آخر شب خیلی ساعت دیگه 2 3 یا مثلا 1 صبح بخوان استفاده کنن، اون موقع نه، به خاطر ادرار آوریش که توی طول روز دفع مواد معدنی بدن میکنه. قبلتر از هندوانه، آلبالو، انار، کاهو میتونن این افراد گرم استفاده کنن، کسایی که معده های گرمی دارن و خودشون هم گرمایی هستن. به جای آب از مواد غذایی استفاده بکنید که مایعات رو توی بدن شما ذخیره نگه می‌داره، مثل همین 4 تخمی که گفتم، مثل میوه‌جات، مثل سبزیجات و از این قبیل. اینا رو که شما مصرف می‌کنید مایعات رو نگه می‌داره، در طول روز کمتر اذیت میشین. یه جوری بین افطار تا سحرتون غذا بخورید که تا سحر گرسنه بشید، معده‌تون رو پر نکنید. ببینید بعضی مواقع آدم فکر میکنه محل ذخیره‌ای داریم، مثلا کوهان، مثل شتر کوهان داریم که قرار ذخیره بکنیم در طول روز این ذخیره آزاد بشه. نه، اینجوری نیست. ما قراره در طول روز گرسنگی بکشیم. این گرسنگی برای ما خیلی کارا میکنه. گرسنگی برای ما داره درمان ایجاد میکنه. توی
علم امروز تونستن ثابت بکنن روز درمانی توی بیمارستان‌ها داره انجام میشه و گرسنگی میدن به بیمار. ساعتش هم حدود 8 ساعت 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت هستش. گرسنگی میدن تا درمان ایجاد بکنن. شما باید گرسنه بشی، باید سلول‌های بدنت، سیستم ایمنی بدنت، سیستم مدبره بدنت بیکار بشه از هضم غذا و فرصت پیدا بکنه برسه به جاهایی که گرفتار شدن و رسوب ایجاد شده توی بدنتون، توده هایی داره ایجاد میشه، برن شروع کنن به دفع اونها رو حلش کنن و از بدن دفع کنن. این گرسنگی باعث میشه که اونها آزاد باشن. دقت کردین زمانی که شما تب بکنی اشتهات کور میشه؟ چرا اشتها کور میشه؟ حتی اگر 3 روز طول بکشه این طرف غذا نمیتونه بخوره. چرا؟ چون سیستم ایمنی بدن به خاطر درگیری با اون عفونت، با اون بیماری به شدت درگیر میشه، اصلا نمیخواد قواشو بذاره روی هضم غذا. چون اگر بخواد 1 ساعت 2 ساعت بیاد درگیر هضم غذا بشه، اون عفونت آزاد میشه، قدرتش بیشتر از سیستم ایمنی بدن میشه، چیره میشه به سیستم ایمنی بدن، فرد و زمین میزنه. این سیستم مدبره‌ای که بدن داره خودش تصمیم میگیره که بیاد این اشتها رو کور بکنه تا قوا بتونه به کار خودش برسه. حالا روزه هم یه همچین کاری رو میکنه، قوای بدن رو کاملا آزاد میکنه تا بره شروع کنه هر جایی که آسیب دیده رو ترمیم بکنه، هر جایی که یک فضولاتی نشسته رسوب کرده رو حل بکنه. تشنگی، گرسنگی باعث میشه حرارت بدن بره بالا در طول روز و این حرارتی که میره بالا یه جوری یک شیمی درمانی طبیعی محسوب میشه. بدن شروع میکنه خودشو پاکسازی کردن، میره توده هایی که ایجاد شده یواش یواش اینا رو ذوب میکنه، حل میکنه و از بین میبره. توده ها سوداوی هستن، توده ها میشه سرد و خشک. حالا عموما میگن سودا در صورتی که صحیح کلمه سرد و خشک هست، اگه بخوایم اسم صحیحش رو ببریم. وقتی که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، با حرارت، ایجاد حرارت میایم اون توده رو ذوبش میکنیم، از بین میبریم. و روزه یکی از کارهایی که میکنه همینه، اگر درست ازش استفاده بکنیم. اگر قراره که شما از لحاظ مالی جلو بیفتی، از لحاظ روحی جلو بیفتی، پیش بیفتی و خودتو درگیر بیمارستان ها نکنی، از عذاب بیمارستان و درد بیماری نجات پیدا بکنی، این کار رو باید انجام بدین. یه مقداری اینجا این ریاضت کشیدنه باعث ارتقاء روح و جسم شما میشه و باید براش وقت بذاری، انرژی بذاری تا پاکسازی روح هم براتون انجام بشه و به آرامش برسین. اون موقع میتونی رستگار باشی، پرهیزگار باشی، اون موقع آدم سالمی میتونی باشی، رفتار سالمی از خودت نشون بدی. خب پس یه جوری غذا نخورید که توی وعده سحر شما گرسنه نباشید بعد به زور هم غذا بخورید. و اگر یک همچین اتفاق افتاد که شما وعده سحر اشتها نداشتین، از خوردن غذا پرهیز بکنید و نتیجه مثبتش رو خواهید گرفت. از گرسنگی نترسید. در طول روز که شما گرسنه و تشنه میشی، بدن میاد از خلط دم تغذیه میکنه، استفاده میکنه و رطوبت ذخیره شده توی بدن و چربی ذخیره شده توی بدن رو میپزه، تبدیل به خون میکنه، تبدیل به دم میکنه و این میشه که شما تا پایان ماه رمضان لاغر میشی و چربی ها و رطوبت اضافی بدنت کم میشه. و اونهایی هم که دچار روماتیسم، آرترید روماتوئید و دردهای اینچنینی هستن و حتی افسردگی، اونهایی که خیلی تو گذشته ها سیر میکنن، تماما همش افکار گذشته داره اذیتش میکنه، اینها درمان میشن اگر درست روزه بگیرن. در وعده سحر پیشنهادات من برای تغذیه شما: حلیم، سویق جو، گندم، جو دو سر، آرد سبوسدار که باهاش غذا درست میکنه، غلات و خرما. چرا؟ چون منبع کربوهیدرات ها فیبر، پتاسیم، منیزیم هستن. مغز بادام درختی، موز رسیده، ماش، نخود، کدو، ماش پلو با خرما، شوید پلو، کلم پلو، هویج پلو، انگور سیاه، توت فرنگی، آلو سیاه، سبزیجات زیاد، تخم مرغ و شیره. و یه نکته‌ای که لازمه اینه که شما تو وعده سحرتون، باز تاکید میکنم، مخصوصا باز وعده سحر، ادویه‌جات کم مصرف کنید. یه چیزی هم که لازم حتما به من اعتماد بکنین و 1-2 روز ضرر نمی‌کنین.
شما نیم ساعت قبل از وعده سحرتون میتونید از سکنجبین و شربت تخم شربتی استفاده بکنین. سحری رو که خوردید بعد از سحر در حدی که فقط دهنتون شستشو پیدا کنه و گلوتون یک قورت دو قورت آب بخورید، بیشتر از اون دیگه آب نخورید بعد از سحریتون. به من اعتماد کنید، بهتون قول میدم که میزان تشنگیتون در طول روز خیلی کمتر از مواقعیه که شما بعد غذاتون آب میخورید. در بخش پایانی عرض کنم خدمتتون که چه افرادی نباید روزه بگیرن. ابن سینا میگه افرادی که در سر بیماری دارن، مثل کسایی که MS، پارکینسون، فشار چشم، فشار آب مروارید دارن، نباید روزه بگیرن تا درمان بشن. درمان این مواردی که میگم توی طب سنتی موجوده، داریم درمان میکنیم و میتونید درمان بکنید که سالهای آینده بتونید از فواید روزه استفاده بکنید. سنگ کلیه، عفونت کلیه، سوزش ادرار، کسایی که سوزش ادرار دارن، قندی ها، اونا که قند دارن حتما با مشورت پزشک معالج حتما انجام بدن. کسایی که قند بین 150 تا 160 دارن 3-4 روز روزه بگیرن، قندشون رو چک کنن. اگه قند بالا نرفته بود روزهشون ادامه بدن، اگه قند بالا رفته بود روزه نگیرن. اینو میتونید تست بکنین و روزه بگیرین. این مواردی بود که لازم به ذکر بود که من در موردش صحبت بکنم و من آرزوم اینه که مردم کل مردم کشورم سالم باشن، سلامت باشن و اگر قراره که مراجعه بکنن به طبیبی برای پیشگیری باشه نه برای درمان. و برای همین دوست دارم که مواردی رو که میگم بهش عمل بکنید و ازش استفاده کامل ببرید. سلامتی شما آرزوی منه. اگر سوالی بود، موردی بود، پیام بذارید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز این کانال رو سابسکرایب کنید تا از بقیه کلیپ های زیبایی که میذاریم آگاه بشید. یه قلب خوشگل هم برامون بذارید و یه لایک زیبا هم اضافه کنید. مرسی ازتون.